حدیث پیغمبر داریم در گوشتون آویزه کنین کسی که پول داره 5 سال در حج نمیره از ذمه خدا میبروه. اینا تو نبرورین. ذمه خدا میدونی چیه؟ دیگه خدا او دکو میگه من کاردار نیستم. میگه ملائکه میگن چیکارش کنیم؟ میگه چیکار میکنیم بگین من دیگه ایرا اعتباری من برو 5 سال میره صاحب مال و ثروت کردم 5 سال دیگه شانس دادم که کارو تا ببین خانه ما بیا رحمت بگو نیومد. با حدیث میگه کسی نداره نیتی حج نمیکنه ایمانش کامل نیست. خدایی نکرده کسی سرمایه داره کسی مال داره حج نمیره میمبره میگه فردا روز قیامت ای یهود و نصارا وری بلند میشه توبه کنه خدا. حج یکی از پنجمین ارکان دین اسلامه. چقدر اشهد ان لا اله الا الله گفتیم بعد نماز اقیم الصلاه و اتو زکات دیم نماز زکات و صوم رمضان ماه شریف رمضان بعد حج با قدرت توانایی کسی حج قدرت داره نمیره. من یک آدم از صاحب کار کردم صاحب وظیفه کردم خانه من نمیویم میگذره موشق سلام نمیته من 50 بارش میگم در حالی که میدونم که مینت نکنم چی کنم نه که علامو میکنم میگم بدبخت من یا آدمی بود که نونی خوردن نداشت من را صاحب آدم کردم شخصیتش کردم یاردمش کردم وظیفه‌اش دادم ایتش کردم او خیلش کردم یک بار نمیاد توی کردم نمیاد او تامور یک بار نمیاد دو کنه. خداوند تبارک و تعالی در نومش بمبرم چقدر مهربانه یک باری مینت نمیکنه. این قدا و دستگاه و مال و صاف فرزند تنی سر دلی بیغم خاطری جمع فرزند آدمو دنوخی فرزند ناخونی فرزند زورندر ناخونی. یک آدم گفت مولای صاحب بیا ما مرسدس ده بار بشینیم. گفت من 70 درفت مرسدس های کردگی نیست. گفتم بشی های کرد. گفت این بخدا گفت شیشتم گفت های نکرده گریه کرد که من خدا ما را ماشین خانه و در همه چی داد کی داد او الله جان داد او خدای پاک داد. یکی شگرانش چیه دل کند نمازو خونش رفته یک بار رحمت گفتن در کو یک بار رفتن در خونش گردی خونه در این حاجی صاحب رفته گه با کی رفته گه ماشاءالله دیدی حاجی ها میرم من چقدر گریه میکنه. ما یک سال دو بار مشرف شدیم رفتم من خیلی دیده برابر خونه خدا را اشک میریزه اگر گوشه ایمان نداشته باشی. گفتم ای پروردگار تی کما را عزت دادی تی تا چیزی داره بچه و دختر و زن همه چی را دادیم پدر مادر خدای تعالی ما ببخش که من دیر اومدم خونه. هر یه آدم اون رفتگی اولم گریه نمیکنه کاش که 10 سال پیش می اومد میگه کاش که پیش می اومد چند تا جوان بلای همون قد داوود و همون قد هر را میکنی پیری در نمیتونن یک کس خود می حکم گفت پیر چه دیگه پو در میگیرن نمیتونی همه چی در جوانیه. کوشش کنی نیت چه بکنی ان شاء الله کاری خیر خدای تعالی بود میکنه. پدر و مادر را رای کنی پدر و مادر حج رای کنی دعاشون در اوج موقع دعای مکانی دعای بگو چجون رفتی در همین گردی خانه خدا یک طواف کردی بگو پروردگار منو چرا یه بچه‌ای بده که شری نه داش 100% چی میشه خدای تعالی یه بچت میده که بچت حاکم میشه بچت امیر میشه میر شهر میشه دعای انمو کمپیر خطی. این مال ثروت هیچی ارزشی نداره ها. میگه ای آدمی که هر روز در روی زمینی ای از آن تو نیست دیگران در شکم مادر و پشت پدرن. هر روز که در روی زمین میگردی این فهم وقت نیست. این امروز یاد دومل اصلی دین میگن 60 ساله یوش را دین یاد 45 ساله یوش این هر روز آدمو رفتهسن هر کجا داشنه بدین یک کودک تولد شده بگو آب با یک سفر داره جوی را باید خالی کنی. آن که به دنیا می آید از دنیا بیخبر است آن که از دنیا می رود با خون جگر است. او کودک میوه نمیدونه که دنیا چی سرگرمی چی هیله و نیرنگو داره چی در این دنیا چی آدمای ماشینی که بعد میغلطی چی کارو داره او نمیدونه. او کودک میوه یکی آدمی که دنیا می رود چی میگه آب با این دنیا ها اگه چی جواب میده. برای همین عشق دنیا و مول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت حب دنیا رأس کل خطیئه دوست داشتن دنیا سرچشمه همه گناه. هر کسی دنیا را دوست بداره برای مال و ثروت که در تاریخ دیدیم پدرش هم میکشه که میراثش من نمونه. این دنیا را کسی عشق دنیا داره برای دنیا همون اندازه خوبه که محتاج کسی نباشی لیکن خدا را فراموش نکنی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثش مکثر میگه که اتقوا دنیا شما از دنیا بترسید. چرا که بنی اسرائیل برای دنیا شده اکل دو در شمشیر گرفتن یک دیگر را کشتن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت لکل امت فتنه و فتنه امت المال گفت در همه امتها فتنه امت من مال میشود.
هر کسا ببینن چی با قاریه ایلت شه مولای هر کسا ببینن چی با رئیس قاید جانشین جنگای جانشین میخواد جای رئیس بگیره اکا و دودار چی با جنگر و تشفتگه که تو بچه با عقلی مایده کرده اینه مگازین ایته اینه کورو برو پولو مایده که یه اکای تا رخله یه اکای تا اوخا بچه سریوز نیه همه مول ملکی مال چی میکنه بگه این اکا که تو اوتا همه را دودار مدودی کتا حتی قدیره که اوتا شا بکشه برای ما اکا و دودارو رو ببینید جنگ در پیش سود چی گفای ای اوتان زمینه تقسیم کرد ما 3 سوتیق دو دور 10 سوتیق دو ده دیگه جدا توری میگه باید برابر کنه ما ایشونی فلانی رو پرسید ما او رو خالی کردم یا یک تا دیگهش میگه که توتی که هر سال 3000 سومون میداد همین توت خولای اکم دمونده زنم مرا میگه که تام بچه‌ش چی به ترا ندود بگو پولا پاپالان کنه جنگ تو جو رفته میروان در سود تیک برای همین میراث رسول خدا 1500 سال پیش گفت اکا و دوداریم امتی ما و همه چی میشه ای پشتی مول میشه دودار بوی میشه اکا را قرش میکنه اکا بوی میشه دودار قرش میکنه چی با هر کس امید میکنه اوخی اکا کی بوی شید زکات بوته دودار تا اوخی که هم کینه و کیبرش دور براوه بوی شیدی خوار تا بوته هر کسی که بوی شید ایو همه امید میکنه اول کی امید میکنه دودار اپا خوار تو اما کی تقوی بچه همه امید میکنه موینه جموندگی میگه کیم کیره دود مرا نگاه نمیکنه بعد کینه پیدا میشه کینه که پیدا شد بعد چی میشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یک برادر سوال کرده که مولای جان من زنم دوست میدونم صاحب 2 فرزندم من خودم در شهر روسیه مادرم در خانه در تاجیکستان زنم قطعی 2 کودکم در خانه مادرم انا من میگم که رویش کنین من اینجا زندگی من چکنم با این 6 ماه یا سال اومده نمیشه من بیستم کار کنم مادر رو مانعتی میکنه پدر رو مانعتی میکنه که نه نرو برای با خانه چش دبسته و چه نبرش رسیه و هم خاطری مادر رو میگم که مادر رو هیچ وقت دخالت نکنین بچه را زن دادین زحمت کشیدین اینقدر خلینگ و مهریه بردین اینقدر توی تماشا کردین صاحب 2 فرزند شید بعد میخوای که او را جدا کنی باید شما تربیت دیدین دیدگین تجربه دارین بگو بچه‌م پول روی که اجازه چیش کنم برای زندگی کنین خوب 23 سال مثلا 2 سال مثلا اینجا پول دارایی کنن که من کار کنم جدا نکنین بسیار سوالم خیلی شده که من میرم میگم که بگیرمش نمیمونن مادرم نمیمونن یا دیگه دیگه سوال کرده که من یک دختر دوست می‌داشتم مادرم نمون مادرم که رو نمیتونه یک کس دیگه دختر رو وقتی که با امید میکنین وقتی که با او چند سال رابطه میکنین اولش که خلاف شرعی درست نیست دخترها سودان باور میکنن دختر دیگه خوبی باور میکنن یکی نمیدونن که بسیار بچه‌ها هم داری خیانتکارن با امید میگن دختر میگیره و بعد اوچش با یک از دیگه را کلین میکنن واش اشک اون دختر چی جا میتی هر مادری که تفریقه میدوزه هر مادری که خانه بچه‌ش ویران میکنه و فردا روز قیامت جواب میده درسته که ما در بعضی ویدیو میگم که مادر را گوش کنین پدر را گوش کنین که هم مادرای پدرای که و از شریعت بخبر باشن و آدمای خاکسار و حلیم و نرم باشن نه اینکه خیلی زنکایی که ظالمن و فکر او گودک نمیکنن فکر او کلین نمیکنن که وای بعد 3 گودک جدا شود چی میشه خیلی ببینین اون بچه ناز میبینه اون بچه دوست میداره کلین قطعی اون بچه سوزه خدمت نکنه نو جدا شون کنین من برام زندگی خودشون ببینن او بوله خونه یک کس وایران کردن یا که هم دو بچه ناز میبینه مجبوری زنش میدین یک کسی دیگه را او را نمیتمد او دختری هوشیاری او دانایی او نول تمیکنه او فلانای او خلیای خداوند تبارک و تعالی خیر اگه او را عقل فرازه داده بعد میره یک کس میگنی هم حیاتی او دختر میزونی هم حیاتی بچه تا میزونی همین دختری که را به امید کده اچ کی او میریزن او بوله رو خیو پرشکستن ضعیفن خیر میگه نازبینی از جانب خدا دلش داخل ناز دیده دیگه چیکار کنه خیر چی نه بگو بچه‌م نازش میبینی او این خودت یفتهش و پگا نکنی مبانی دختر مبانی را کنی پیش خدا جواب میدی و پگا نکنی بیاری طلاقش کنی که هر چی خدا میرزه شما باید مادرای نخلی نصیحت کنی نباید یک برای فرزند بپرسین یا دخترتون بپرسین بچه‌تون بپرسین که ها دل داده داری یا یگان آدمی چه هیچ وقت و یگان چیزی نیست و میفهمن که کی را بگیریم چی کنیم فقط زندگی اوه بر زندگی او چی دخالت میکنی و بولای خدا بترسین ویرون نکنین تفریقه ندازین گندش که ای بچه شای اوچه جدو نکنین ای اوتا جدو نکنین اون گودکاکوی صغیره میشه گودکاکوی اوتا میگن
برعکس بگو بچه‌م این چیزای زمستونا پول رایگ نراید کردم بپوش بخرخ شروع کلچه و قلمه که در چیز چهارمغز و مویز که رایش که بروا ده کبوتر هیجا جدا کردن و بالا یاخی برا بچه‌م خودم رایید میگیرم دیگه هم بچه‌م همینجا پول رایگ کنه تا همینجا زندگی تا هم ساز باشن شیر در این دنیا سنگ نیست که سر موندمونیم بیستیم میریم ما هر روز هم میرویم من همون خونه و وقتی و بچو بچه تا زن داده نمیگو بچه‌م کیه دوست می‌داری چه خیلی آدم من ناز می‌بینی او پگاه کلیم دیگه نیارم که بابا بچه‌ی دادگی نمیفورم همون میگم بوی سر بتا برو دنبالی و شوا با همین خاطر پشکی برو اون کلین خاطی خودت گابزا خیر بگوی مدینه فرزانه فلانی تامو بچه من نازد میدیده بچه من خاطی گاب میزده کوبی نمی‌نیم خیلیم چه خیلیم خودت آنالیز که کلینش که فرقش چی نکنیم موبایلم نشیم یک بار دیگه سوال کرده کی زن و گوداکم خونه و چش رفته دوست میدارم زنم دوست میداره گوداکم دوست میداره میمونم در افشون نگی اوتا و چش مونه شده نمیمونم نمیفورا زندگی نیت نرا زندگی نمیک سر بته خیلی نکنین اخی اخترتون شو دادین اخترتون آوردن مهریه دادن شو دادن بوز مثل میگه نمیک خیلی و بالا خو مردک از زن شه خیر در زندگی سختی بلندی و پستی میشوه زندگی خیلی نیست که سر یا توقی نشه دیگه توقی وقتی اون نمیتونه دیگه صد زن بگیره ایرایتون نبره مادرایی که بچه‌هاتون همین خیل تفریقه میدوزین ای خونه جدا میکنین ای زن و فرزندشون جدا میکنین نقض دیده شد نمیتین ایرایتون نبره سه مرحله داره کسی که دوست میداره بعد او ای دوستش ای عاشقش جدا میگیری سه مرحله به همین بچت میشوه یکم بچت بانگی و هنگی میشوه آخر میشوه یا که ادیری میشوه یا کسلی روحی ده میزنه اینا در تجربه دیدستم بسیار آدم هستن من میان مراجعت میکنن من دعاشون میخونم با چش گیره میکنه که امروزی که زنش رفت یه هفته بعدم خلیش و بالا یخی باید وقتی که ده نقص دیده را همین که کینو دا دیدین همین که کینو و شکی را تماشا کردین چی روزو را اولی همین شما عبرت نگیرسی ده نقص دیده را جدا کردن میدونی او بالا او در او گوشه خواهی ده ایجا وقتی که یورا ازدواج کردی زنشون دادی باید یادش شوند تر میخرن کوک میخرن جنگ میخرن چی میخرن شما نصیحت کنین بچه‌م می طلاق کنگی بچه‌م جدایی را خدا نشون نده خیلی گاب نیست که یک برا دختر میاری در خونه نگاه میکنی او حاجی خودت هست یکا زنت هست او دختر در پیش یکاشو پیش ینگاش قدر داره دو روز بعد شما میرین و موبایل راه میشه نه ینگا راش میده نه کا مجبوره دیگه دا کبونه برو یگون کار دیگه دا برو شما در از زندگیتون دستت میرسه بگو دومجونی اینا یوردان میگیرم خونه بگی اینا یوردان میگیرم برن جدا زندگی کنین اگر زندگیتون داو خونه زنی هیور سوز نگیرن و خاطی و چت سوز نگیرن نیکی التماس همین جدایی را نکنین و بالا یخی پر راه بیوه و یتیم بسیار شده فقط چجا اومیتی همین سود دامیش سودگی هم سود برای چی شش ماه وقت میتم میگه برین آیا فکرتون نکنین جدا نمیکنن در طلاق از چیزا نمیبره برین اول میگه یکی پشیمون میشین یکی با بین تو در پشیمونی میگالتا بیین با چی میگن مهلت میته برای چی ما ملو وظیفه مونه که نیکو کنیم بود نصیحت کنیم که زندگی تو رو بقپی بیوه و یتیم نشوه چی دیگه همین زن به چی شب بگیری سر میتید بخری در گوشه میونی با میره یک کس دیگه میگه او بولای همون بچه هایی که با دخترها را گرفتین و با خودشان موبایلی راشون کردن و هم جواب میتن شوخی نیست من چند بولو در ویدیو گفتم با گفتم همین زن نمیفورد زن بگی او سرش نتی او بولای او پشکسه اگه جو میدونه که تی یک از دیگر ناز میدیده تی یک از دیگر دل داشته او چایت مجبوری را داده او دختری بیچاره او دخترم با خودش قدر قیمت و با پیش اوتا و چش قدر داره اونم با یک بچه دیگه میومد میگرفتش نک چی با تعمی کارا کردی در دلت نیست نقص نمیبینی و بعد میوریشو بعد ای روز اول بعد نولیدن سر میکنی من نمیفوره و من ایتری و من چای اولا ندادی و همین یکم دا بیست بگو نمیگیریم همون دختری که نقص میبینیم همون را بتینم خیلی اوچان گفتی اوچان گفتی اوچا زندگی نمیکنه خود زندگی میکنی وقتی خودت احساس نداری وقتی خودت محبت نداری وقتی خودت عاشق نیستی به این زنی گرفتگی چی با دخترمو باید بکنی همون نزدیدت میفتی که اوتا همون را بتی بعد مادرو هم که گفت که اون بچه که اوچام را میگیره داخلا بگو مالی بچم فقط درد سر خودت میشوه میشینه میخزه میگه کلینی کداگی خدای میبره میره ورسیه دیگه نمیاد میگه بگوش برا نمیفورم این از خود این مهریه در همین سال و زمان از پول کار کنی و پولیابی آسانه کمتر بس فکر که آخی مادرای محترم با میگم تون
من نصیحت کردم که مادراتون را گوش کنین، پدراتون را حرمت کنین. پدر یک قبله‌گاه، مادر روزی نشوه اگر جنت نبینیم. من میگم عیسی شما باید تری مرا مینویسن کامنتاری دیگه مادرم ظلم کرده سای. درسته یک خیلی مادر نمیفهمه. من زنم ده یک چی میخرم قرض میکنه، یک چی میورم چی میشوه. مرا نمیمونه قطعی زنم یا بر شهر ببرم بازار برم. خیلی مادرها هم بوده، پدرایی هسته. تو پدر شدی دیگه نخود تو پیون شای بیایی بر کلی دخالت کنی، چی دخالت کنی، کم تر عقل فراست کنی. مولای جو میگه پدر من دوست میداره، هوی نمیگه پدر خفه نشوه آق میشوه. مو نیک پدری من پیون میشم، میگه نمیوزی من دایرسی 5000 روی کنین 10000 روی کنین. موجه چقری میکنیم عذابی خسگا میگذیم و تمام اینجا روی نمیگیری، عقالت میگیره، اوچا عقالت میکنه، زن و کودکم عقالت میکنه، تلفن میکنه، چیزی ای دانش میبره بیورین رویش میکنه، پولا میگه صرف میکنه، پولا میگه اسراف میکنه. ای پدری محترم کم تر فکر کو بیچاره بچه تو پول ریختگی نیست در راستی که برای بچینش 14 متر دکور میکنه، زحمت میکشه که بعد 30,000 رولیک بگیره که ترا بیرو هر یک لحظهش خطر شاید بغلطه بون بره. یک چه در روی میکنه تا اگر مردکی با عقل باشی پیش برک خفا بچوش میفتن. یا جو یک جمعش که چنی اما اندازه مخرج خرج کن اومد بگو بچه می اینم پولت، اینم خونه میخری، ماشین میخری، این زندگی بیتری نیست که دیگه پدرم گفته بیارین ماذا چیکار این خیلی گپور دارید. تا اول نواسایی نواسا شدی پدر شدی بس که عرق خریده و بالای دیگه جوانی کردی چی کردی دیگه بچه‌ات کلینید چی عبرت میگیرید. و همین خاطر مراجعه ما با این پدر و مادرای ما ویدیوم دارم میگم که پدر و مادر رو حرمت کنین. یک شما هم خیلی ادب و مراعات کنین و مسئولیتون خوب کنین. وقتی که دختر قهر کرد اومد او را دیگه یک قچی نکنی یا نابودشو در کار نیست خیلی نگیم بو بچه هم خیلی پستی همین شد خطی سوزی شد مغزت میبینم زندگیت خوبه این پرابلم نیست قیسنگل و هیور و او یا نو او اوچا و تاش بچه هم هیچ که سنگ رنگ رفته در سرش نیست در یارز مادرش میبره پدرش میبره یا نه چو میکنه میره و او هیور هم سم میگیره میره و زندگی تا بخواه بچه هم این موبایل این دو سه کودک دختر یوشه میگه او تا نمیرم دیگه او تا نمیرم دیگه خیلی میکنن خما باید بالو میزنم و دخترها چی رو گفتن اگر برام خودم میکشم یا که من اصلا میکشم خیلی نگین حرام میمرین کسی که خچه میکشه کسی خچه علو میزنه کسی خچه دور میکشه کسی سوزن میخوره زهر میخوره او یکم حرام میمره به این مشکل رو باید جنازه نکنی در اصل. سیوم که فرد روز قیامت هم خدا زندهش میکنه با هم خیلی دور کشده خچه مرده میگیره یا که زندهش میکنه عرق خورده و زهر خورده خوردگی کشتگی خچه و زهر خورده میمره در او میپرته خچه علو میزنه هم خیلی دنیا در عذاب کشیدن میگیره. دخترها کم تر صبر کنین کم در عقلتون دست ندین. کودک تر عقلش توبه کردم خدا کودکش میکشه و خچه در او میپرته او این درست نیست او بالای فرد روز قیامت هم برای خودکشی جا میدی هم کودک را جا میدی. مادر و خواهرها همتون مراجعت میکنم زندگیتون رو بخپین. همین خداوند فرزندای صالحتون داده، فرزندای خوشروک و سالم تون داده، شکرانه امیر کنین، صبر کنین. پستی داره سختی داره زندگی ان شاءالله خوب میشه. با برای کدام خر کردین اومده این خواین چند ماه ایستادین خانه و چتونده با بگیم چه دوبته برام ببر زندگی تا بچه‌م بخوام هپشتی زندگی چن. بچه‌ای که همین سخت سری گزالگی تون داشتی برای دفشونه برای با دختر تا یگان چی بخواد زن در یک کرتا و چی کنه بگی زن تا بیار زندگی تا بخوام بچه‌م و بوله خونه خداوند دوست نمیداره. خداوند هم آدم میره دوست میداره که سرپرستی زن و فرزند کنه، فرزند نگاه کنه نون بوده یک دختری پشکسته را صاحب خانه کنه سرپرست اون خدای تعالی دوست میده. دخترها هم التماس حرمت شوتون هم بدونین، حرمت پدر و مادر، حرمت خشتومان هم بدونین، صبر کنین. ها که اخی خشتومان رش داره قرض داره و میبینه بچه‌ش قدی کردن خندیسه قرض میکنه یک چیز خرید قرض میکنه. یک شما صبر کنین پگه شما هم کلین دور میشین، شما هم انشالله پگه دامو دور میشین. گپای مرا خوب گوش کنین، خوب در گوش دارم و طرفی مثبت قبول کنین دیگه فرزندا را نصیحت کنین خانواده رو نشه. خداوند نگهدار و مددگارتون باشه.